سلام و درود عشقا، چطورین؟ حالتون خوبه؟ امروز اومدیم با یه ویدیو جدید که موضوعش هم از تامنیل حتما خوندین. قرار بریم ببینیم جوک هایی که چت جی پی تی میگه خنده‌دار و بامزه هست یا نه. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره چت جی پی تی احساس نداره و چیزایی که تحقیق کرده رو میگه. قبل از اینکه بریم شروع کنیم، من بلک هستم، به ویدیوی من خوش اومدین و بریم شروع کنیم و لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. بریم اولین جوک رو ببینیم واقعا خنده‌دار هست یا نه. بریم اولین جوک. یه نفر میره دکتر، میگه دکتر من هر وقت چای میخورم چشمم درد میکنه. دکتر میگه عزیزم قاشقو از لیوان در بیار. اصلا نه بامزه بود نه خنده‌دار و بیهوده بود. یعنی میتونم بگم کاملا بیهوده، اصلا ربطی نداشت. یه نفر میره دکتر، میگه به دکتر میگه چشم درد میکنه. دکتر میگه قاشق از لیوان در بیار. چرت بود اولین جوک. بریم دوم جوک. معلم میگه که چرا تکلیفتو ننوشتی؟ شاگردم میگه چون برق رفت. معلمم گفت خب برق چه ربطی به مشقت داشت؟ شاگرد گفت چراغ مطالعه‌ام خورشیدی بود. چراغ مطالعه‌ام یه لحظه مطالعه‌ام خورشیدی بود. آره. یکم بازم خنده‌دار نبود، آدم به وجه بیاد و چرته. بریم جوک سوم. یه نفر میره مغازه، میگه آقا شکر دارید؟ مغازه‌دار هم میگه آره. بعد میگه نخورید دیگه. چرته. یعنی دوباره گوش کنیم. یه نفر میره مغازه، به فروشنده میگه آقا شکر دارید؟ فروشنده هم میگه آره. بعد اون یارو هم میگه نخورید دیگه. من متوجه نمیشم، اگه شما متوجه شدین داخل کامنت ها به من بگید. چهارمین جوک. دو نفر با هم دعوا میکنن. یکی میگه برو بابا تو هیچی حالیت نیست. اون یکی هم میگه خب حالا نمیخواد همه چی رو بگی. یعنی 4 تا جوک گفتیم، چهارمیش بازم بهتر. دو نفر با هم دعوا میکنن. یکی میگه برو بابا تو هیچی حالیت نیست. اون یکی میگه خب حالا نمیخواست همه چی رو بگی. بریم دنبال پنجمین جوک. راننده تاکسی میگه آقا کرایه بده. مسافرم گفت کارت میکشم. راننده گفت کارت بکش منم میزنم. کارت بکش منم میزنم. بیشتر جوک مفهوم نداره، خب نمیتونه مطلب رو برسونه، چرت و پرته. ششمین جوک. یه نفر میره داروخونه، میگه آقا قرص حافظه دارید؟ داروخونه چی میگه بله داریم. میگه خب نداری، خب بذارید فردا بیام بگیرم بخرم، یادم نمیره. تازه داره جوکا بهتر میشه. الان از چهارمین جوک تا ششمین جوک بازم بهتر بود. کیفیت بهتر مطلب تونست برسونه. بریم سراغ جوک هفتم. معلم به شاگرد بگو ببینم پایتخت فرانسه کجاست؟ شاگرد فکر کنم توی همون قوطی کبریت افتاده که نقشش روشه. قوطی کبریت نداریم ما آقا. قوطی کبریت نداشتیم. چرت بود، کاملا میتونم اصلا مزخرف. یه لحظه ویدیو قطع شد و تو جوک هفتم تموم کردیم. بریم سراغ جوک هشتم. یه نفر میره تو کتابخونه، میگه سلام یه پیتزا مخصوص لطفا. کتابدار آقا اینجا کتابخونه است. میگه اوه ببخشید آروم یه پیتزا مخصوص لطفا.
این به خوب بود. خوب. 9. پلیس جلوی یه راننده رو میگیره. چرا چراغ قرمز رو رد کردی؟ راننده: والا من سبز دوست دارم. داره بهتر میشه جوک. خب ولی میبینی 50-50، یعنی 50% جوکا چرته و 50%ش خوب. 10مین جوک: بچه: مامان من خیلی خوشگلم. مامان: آره عزیزم، فقط اینترنت قطع شه خودت هم میفهمی. من متوجه نشدم این جوکو. 11مین جوک: معلم: چرا خوابت میاد؟ شاگرد: چون خوابم نمیومد خونه آوردم مدرسه ببینم اینجا میاد یا نه. اینو نظرتون رو داخل کامنت ها بگین. یکم چرت بود خب از نظر من. نمیدونم از نظر شما خنده داره یا نه. جوک 12. یه نفر میره عینک فروشی، میگه عینک مطالعه دارید؟ فروشنده: چه رنگی؟ میگه یه لحظه. میگه خب معلومه دیگه، رنگ ریاضی. آدم کلافه میشه. یعنی الان چرت، کاملا مزخرف. 13مین جوک: طرف میره سوپرمارکت. یه لحظه. آقا خیار دارید؟ مغازدار: نه. میگه خب حالا که خیار ندارید ماست هم نمیخوام. چرت. خب همشون چرتن. 14مین جوک: یه نفر میره سلمونی، میگه آقا موهامو جوری بزن که همه کف کنن. سلمونیش کچلش کرد. اینو داخل اینستا دیده بودم خب و خیلی خنددار نیست دیگه. 15مین جوک: راننده تاکسی: آقا کرایت بیشتر میشه؟ مسافر: چرا؟ راننده: چون منم بیشتر گاز دادم. خب گاز نمیداد. چرت، همش مزخرفه. یعنی چون چت جی پی تی احساس نداره خب کاملا همشون مزخرف. یعنی چرت و پرت، اصلا کس و شعر. خب دوستان این جوکا تموم شد. لطفا تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. ولی منو ساب کنین، لایک کنین، ساب یادتون نره. تا ویدیوی دیگه خداحافظ.